تامین امنیت عضوخواری یکی از هدف‌های اساسی حکومت مملکت به حساب رفته، در نتیجه عملی گردیدن آن سطح نیکوحالی ساکنان بهتر و خوبتر می‌گردد. ختلان که همچون ولایت اگراری در مقیاس جمهوری محسوب می‌یابد، کشاورزان و ساکنان در افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی سهمی مناسب می‌گذارند. بهره بلند برداشتن حاصل و رقابت‌پذیر گردانیدن آن به بازارهای داخلی و خارجی، کشاورزان شهر لیوکن اصول‌های جدید و منفعت‌بخش کار خواجگیداری را به راه مانده، دستاورد مهنتی‌شان را سال از سال افزون می‌گردانند. با درک این معنی سالهای آخر توجه کشاورزان و ساکنان شهر به بنیاد گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده بیشتر گردیده، با استفاده از این حاصل بروقتی سبزیجات گوناگون را پیشتر از همه وارد بازارها می‌گردانند. با نظرداشتی به راه ماندن تکنولوژی نوین در استحصالات، چند قبل در جماعت دهات گلستان شهر لیوکن کارخانه‌های اینوواسیونی در مساحت بیش از 2 گکتار بنیاد گردید که روند کشت و پرورش با اصول جدید صورت می‌گیرد. حالا وقتی دادن غذا هست، البته ما اساساً نوری‌های بیولوژی را استفاده می‌بریم و این چنین بنابر سببی که در داخل گرمخانه بعضی وقت ویتامین‌ها می‌زنیم، باردار شوی یعنی سنی هست و چون که من این کارگری ما باردار شوی سنی را استفاده بردن، این طرزی نوی هست که تنها در اگر خطا نکنم در جمهوری تنها ما استفاده برده استادیم. ما پیش من میخواستم که به شما یک چیز خوب و نشان دهم. ما هر یک همین گل رو باردار میکردیم، رنگولیت هست باردار میکنیم و این هم وقت میگیرد، هم در حالت بسیار دادن پمیدار غوره نمیگیرد، یا که از 5-6 تا 3-4 تاش میگیرد و این ما از جمهوری مردمی چین آموختیم و 2 سال است که ما تجربه کرده ایستادیم که پمیدار ما پورا هم نغز غوره میگیرد، هم حاصلناکیش نغز میشود و البته ما بسیارتر هم ویتامین ها را استفاده میبریم که برای سلامتی تمام مردم تاجیکستان، برای سلامتی خودمون، برای هم بلند برداشتن سطح و صفت اهالی و هم برای پس کردن سطح نرخ در بازار جمهوری هست. در این گرمخانه‌ها در چند مرحله سبزیجات گوناگونی بر وقتی پرورش یافته، از جهت صفت‌ناکی رقابت‌پذیر با بازارهای جهانی میباشد. نشونمای پمیدار و بادرینگ و دیگر سبزیجات بر وقتی در این گرمخانه‌ها خوب به چشم رسیده. برای گرفتن حاصل فراوان و با صفت، امروزها تدبیرهای ارگانیکی و اگرotechniکی را انجام داده ایستادند. در قسمت شفت همین گرمخانه زیاده از 1 گکتار کارتوشکا کوریدگی است که تخم بیگروزا یا همه تخم بهترین است که در همین منطقه حاصلناکی خوب دارد، موافق است. این چنین ما تصمیم گرفته استادیم که زیاده از 1 گکتار در زمینی که گرمخانه نیست پمیدار کشت کنیم. اینم در ولایت ختلان تنها در مساحت کلان ما کرده استادیم. اگر همین تجربه ما شود، ما آهسته آهسته مردم به همین چه نشان میدیم که از مثال دیگر زراعت هایی که درآمد کم دارند، اینا برای ما بهتر می شود و در آینده ما می توانیم که سیخ‌های استحصال کارکرد پمیدار را برای ما. مورد ذکر است که در برابر استحصال محصولات مهم خواجگی خلق، این گرمخانه‌ها امکان داد که ساکنان زیادی به شغل، به خصوص زنان، به کار دائمی فرا گرفته شوند. ما بسیار خوشنود هستیم که برای ما زنان خانه‌نشین چنین جایهای کار به ما تامین کردن. در اینجا کار میکنیم، معاش خوب هم میگیریم، زندگی ما پیش رفته است. محصولات تر تازه از اینجا میبریم و از اینجا یاد گرفتیم در خانه‌های خودمون چنین محصولات پرورش میکنیم. کوپراتیو تجارتی تخم پروری زرزمین از خواجگی‌های کلان و پیشقدم در شهر لیوکن محسوب یافته، میدان عمومی کارمی آن 245 گکتار را در بر گرفته. از این در میدان 232 گکتار پخته، 6 گکتار سبزیجات، 3.5 گکتار کارتوشکا و باقی مانده کشت غله‌دانگی‌ها را تشکیل می‌دهد. جهت اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، کشاورزان شهر لیوکن در برابر گرفتن حاصل فراوان محصولات از خواجگی‌های دهقانی، ساکنان از خیده‌های نزد حولگی خش را پرمحصول استفاده کرده در آن زراعت و سبزیجات گوناگون کشت می‌نمایند. در حدود شهر لیوکن 1556 گکتار زمین‌های کشاورزی هست که ما در میدان 1003 گکتار کشت پخته گذراندیم. من از کشت سبزیجات باشد کارتوشکا در میدان 40 گکتار، پیاز در میدان 3 گکتار کشت کردیم. حاصل خیلی نشونمای خوب دارد
طی چند سال اخیر توجه خواجگی‌های دهقانی به همون گرمخانه‌های موسمی بیشتر گردیده است که محصولات‌های بروقتی را الکی به بازار برآوردن تامین کرده ایستادند. ساکنی جماعت دهاتی وحدت مامقیز خیدی را و در زمین نزد حولگی 5 گرمخانه موسمی بنیاد نموده است که عین زمان در آن حاصل بادرینگ پخته رسیده است و همه روزه وارد بازارها می نمایند که در تامین روزگار آنها زمینه خوبی به شمار می رود. ما زمین نزد حولگی ما استفاده میبریم. 5 گرمخانه داریم. در این بادرینگ کردگیم. حاصلش را هم به بازار برده سودا میکنیم، ماندگیش خودمان استفاده میبریم. از روی همین ما زندگیمون پیش میبریم. برای حاصل خوب گرفتن مهنت کردن در کار، در این شب و روز مهنت میکنی و زندگی تا پیش میبری. طور اطلاع داده شد قسمتی بیش ساکنان این محل با این طرز کشت سبزیجات بروقتی را در مرحله‌های گوناگون برآ مانده از این حساب فایده بیش به دست می‌آورند. با مقصد ثمران استفاده بردن هر یک قطعه زمین، تامین امنیت روزگاری، بهبود کردن سطح زندگی مردم. عین حال در حدود جماعت وحدت در میدان 1 هکتار گرمخانه دوم عمل کننده، در 1 هکتار گرمخانه موسمی موجود است. همسایگان دهقانان ما بازارهای گیر اطراف شهر نوحیه با محصولات تازه تامین می‌نمایند. میتوان گفت که کشاورزان شهر لیوکن با چنین طرز برای ماندن کارهای صحرایی در رشد ساحه نقش موثر گذاشته در برابر تامین احتیاجات ساکنان با محصولات ضروری، همزمان بهره مهیا نمودن جایهای کاری و در مجموع در بلند برداشتن اقتصادیات کشور سهم ارزنده می‌گذارند.